سوالات امتحان نهایی ریاضی نهم سال 1404. بریم واسه بررسی و تحلیل سوالات امتحان نهایی ریاضی نهم که مال همین امساله و بریم با هم بررسیش کنیم، ببینیم از چه قسمت هایی اومده، چه سوالاتی رو دادن، چطوری میشه حل کرد و براتون مفید باشه. خب سوال های اولی که میدن مطمئناً بخش اول در مورد درست نادرست بودن عبارت هاست. خب بخش اول گفته که آقا مجموع اعداد گویا Q میشه مجموع اعداد گویا، Q پریم میشه مجموع اعداد گنگ. خب میگه آیا اشتراک اینا توهیه؟ درسته، بله. یعنی اعداد، گفتیم که این اعداد ریل نامبر، اعداد حقیقی باشه، این طرف میشه اعداد گویا، این طرف میشه اعداد گنگ و اینا هیچ اشتراکی با هم ندارن و این درست. خب میگه محل برخورد ارتفاعهای یک مثلث همواره درون مثلث است. خب بچه ها گفتیم که یادتون باشه صفحه 34 کتاب درسی بود در مورد فصل 3 پایین استدلال ها. گفتیم که آقا محل برخورد ارتفاع یک مثلث همواره درون مثلث نیست. مثال آوردیم که آقا شرایطی هم هست که میتونه بیرون از مثلث ارتفاعهای یک مثلث به هم برخورد کنن، پس این گزینه نادرسته. به این همواره درون مثلث دقت کنید. بعضی کلید واژه ها رو نمیتونن، من همینطور تو ریاضی نمیتونم بگم همواره، نه، مثال نقض دارم. خب گزینه جیم گفته بچه ها 6 به توان منفی 2. کلا ببینید بچه ها دایره به توان منفی قلب، بخوام این منفی رو در بیارم کلا یه قاعده کلی بهتون بگم. آقا اینو میاید این خط منفی رو ادامه میدید. خب منفی رو میکنید کسر، یه دونه یک بالاش میذارید. منفی رو میکنید کسر، یه دونه یک بالاش میذارید. چی میشه؟ میشه یک بر دایره به توان قلب. پس این اینجا چی میشه؟ 6 به توان منفی 2 میشه. اینو قلب، اینو کسر کنید، یه دونه صورت کسر یک بذارید، میشه 1 بر 6 به توان 2 که اینم میشه 1 بر 6 به توان 2 میشه 36 که اشتباه کلا. خب میگه گزینه دال اگر آی منهای به مساوی 1 باشد، در این صورت آ میتونیم بگیم بزرگتر از ب. ببین بچه ها اینجور مواقع، خب این خیلی واضحه، ولی اینجور مواقع میتونید عدد رو امتحان کنید. مثلا میگم آقا 3 منهای 2 میشه 1. اوکی، پس میبینم که آ بزرگتر از ب، پس این خودش گزینه درستیه. خب سوال دومی که میتونم بدن جای خالیه، یعنی اینا سوالات استانداردیه، پس جای خالی رو هم میتونید در نظر بگیرید. خب گفته اگر مجموعه آ این باشه، برید قسمت اول رو از مجموعه ها رو ببینید. آنگاه انا چیه بچه ها؟ میگن بهش تعداد عضوهای یک مجموعه. خب گفتیم که توی مجموعه ها ما تکرار رو حساب نمی کنیم. مثلا بودن اینکه چند تا تکرار داره چقدر داره اصلا برای ما مهم نیست. پس وقتی عضو 5 هست دیگه فقط یه دونه حساب میشه دیگه. تو 1 میلیارد 5 بنویس، فقط همون یه دونه حساب میشه. خب میبینم اینجا 2 هست دیگه، تکرار جایز نیست، پس اینجا من 2 تا عضو دارم. به اشتباه نیاید بگید 4 تا است، اینا تکراره، پس 2 تا عضو دارم. اگه بخواد بگه چند تا زیر مجموعه داره، چند تا زیر مجموعه داره، گفتم که 2 به توان n، میای به جای n 2 میذاری، میشه 2 به توان 2. 4 تا زیر مجموعه دارید. برید قسمت اول رو ببینید. خب درجه 5x به توان 2 در y به توان 3 ضرب در z نسبت به متغیر y. خودش گفته نسبت به متغیر y پیدا کن. خب نسبت به متغیر y خودش گفته پیدا کن. من میام متغیر y رو پیدا میکنم. درجه یعنی توان، درجه یعنی توان میشه 3. درجه نسبت به y یعنی توانش نسبت به y، یعنی توان y چنده؟ 3.
میگه وقتی حاصل ضرب چند عبارت برابر صفر شود، حداقل یکی از آنها. ببینید بچه ها، وقتی حاصل ضرب چند تا عبارت، مثلا میگم قلب ضرب در دایره میشه صفر، بچه حداقل یکی از آنها باید صفر باشه، چون صفر نباشه کلا ضرب این 2 تا 3 تا چند تا عبارت صفر نمیشه که، پس باید حداقل یکیش صفر باشه. خب میگه خطی به معادله y مساوی 3 موازی محور. خب ببینید بچه این محور ما، محور x ها، محور y ها. میگه خطی به معادله y مساوی 3. خب 1 2 3. خب y مساوی، این خط y مساوی 3 ما. میگه موازی کدوم محور؟ خب خیلی واضحه که موازی محور x ها یا طول هاست. خب بریم سراغ سوالهای تستی که بخش سوم سوالهای تستی میدم بچه. خب گفته کدامی که از عبارت‌های زیر یک عبارت گویا نیست. گفتیم که آقا این عبارت گویاست، این عبارت گویاست، این عبارت گویاست، ولی اینجا بذارید اینو من پاک کنم، ولی اینجا گفتیم که آقا ما روی رادیکال ها، قدر مطلق ها حساسیم بچه ها. اصلا همچین چیزی نمیتونه یک عبارت گویا باشه. رادیکال x هیچ وقت نمیتونه یک عبارت گویا باشه، چون اگه بخوایم این رادیکال x رو از رادیکال در بیاریم میشه x به توان 1/2. ما هیچ وقت نگفتیم که توان ما اینجوری باشه، گفتیم توان ما باید یک عدد صحیح باشد. پس آقا رادیکال 3 گزینه ما که عبارت گویا نیست. خب گفته حجم کره‌ای به شعاع R. گفتیم که بخواید حجم کره رو به دست بیارید V، حجم رو با V نشون میدیم. گفتیم که 4/3 پی آر به توان 3. عدد پی آر هم که شعاع کره است. خب سوال بعدی گفته هزینه استفاده از 2 نوع خط تلفن بر حسب ساعت در نمودار زیر داده شده. با توجه به نمودار زیر تا چه ساعتی هزینه استفاده از خط 2 کمتر از خط 1؟ ببینید بچه کجا رو میخواد؟ هزینه استفاده خط 2 کمتر از خط 1 باشه، تا اینجا رو میخواد. ببین بچه ها نمودار خونی بسیار مهمه. شما میاد پایه های 10 11 12 میبینید که تحلیل نمودار چه پایه انسانی باشید، چه تجربی چه ریاضی، بسیار اهمیت داره. پس میگه آقا خط 2 زیر خط 1 باشه. پس آقا میبینم که در این ناحیه خط 2 زیر خط 1. خب میگه چند ساعت. میام من محور ساعت رو نگاه میکنم. بعضی شاید به اشتباه هم بیان میگن 60 رو بزنن. خیر، محور ساعت میبینم 4 ساعت، پس میشه گزینه 1. خب تستا دال. اگر حجم داده شده رو از بالا نگاه کنید چه شکلی؟ خب دیگه این هوش تجسمی شما رو میرسونه که تصور کنید اینو از بالا نگاه کنید بچه، تقریبا این شکلی دیده میشه. کدوم گزینه ها این شکلی دیده میشه؟ این گزینه 2 این شکلی دیده میشه. خب بریم سراغ دیگه حل. پس ما صحیح غلط جای خالی و تستا رو حل کردیم. بریم سراغ دیگه حل ریاضیات. خب گفته بچه 2 تا نمودار داده مجموعه ها. گفته آی مین حائبه. بچه آی مین حائبه یعنی چی؟ یعنی آقا عضوهایی که فقط توی آ است به ها رو ازش کم کن، به ها رو بکش بیرون ازش، فقط توی آ. من میبینم مثلا این آ و ب با هم اشتراکی ندارن، یعنی آ اشتراک ب بچه توهیه. خب وقتی اینا با هم اشتراکی ندارن، خب ب اصلا به آ دخلی نداره که من آی مین حائبه همون چی میشه بچه؟ 1 و 2. خب حالا گفته اشتراک ب، میبینم که اینا با هم هیچ اشتراکی ندارن، پس اشتراک ب میشه توهی. خب گزینه ب به جای دایره گفته یکی از نمادهای
عضو نیست، عضو هست، عضو نیست، زیر مجموعه و زیر مجموعه نیست. همیشه گفتم عدد فقط میتونه عضو باشه. زیر مجموعه بین دو تا مجموعه تعریف میشه، یعنی شما زیر مجموعه کلا بین دو تا مجموعه تعریف میشه. عدد هنوز به اون حد نرسید که بتونه بگه بیاد من بگه من زیر مجموعه میشم. خیر، زمانی میتونه زیر مجموعه بشه یک عدد که خودش تبدیل به مجموعه بشه. پس اینجا عدده، تنها چیزی که میتونه باشه اینه که عضو باشه یا نباشه. خب آ اجتماع ب رو بنویسم، آ اجتماع ب یعنی همشو بریز یه جا، همشو بریز یه جا. 1 2 3 4 5. خب آیا 5 عضو ایناست؟ بله 5 عضو ایناست. خب جیم میگه اعضای مجموعه C شامل اعداد طبیعی بین 2 و -1 را بنویسید. خب اعداد طبیعی بین -1 و 2، اولا -1 که هیچ، 0 که هیچ، 1 و 2، این 2 که خودش گفته بین -1 و 2. خب اینا میرن. 0 که عدد طبیعی نیست، فقط یه دونه 1 میمونه، خیلی راحت. خب سوال 5، در چرخنده مقابل چقدر احتمال دارد عقربه روی مضرب‌های عدد 3 بایستد؟ گفتیم بچه‌ها فرمول احتمال اینه تعداد حالت‌های مطلوب من بر تعداد کل حالت‌ها. این میشه فرمول احتمال. خب تعداد کل حالت‌های من چند تا خونه دارم که این چرخنده میتونه توی اونا بیسته؟ تعداد کل حالتام چند تاست؟ 8 تاست. 8 تا خونه دارم که این چرخنده میتونه توی اونا وایسه. خب حالا مطلوب، کدوم ها مطلوب منن؟ گفته مضرب 3 باشه. مضرب 3 یه دونه اینه، خود 3، یه دونه هم 6. پس 2 تا مضرب 3 داریم. 2 تا مضرب 3 داریم میشه 2 هشتم. 2 هشتم رو هم ساده کنی میشه 1 چهارم. بریم سوال بعدی، قدر مطلق. مطمئنا سوال قطعیه و قدر مطلق بسیار مهمه. قدر مطلق چیه بچه‌ها؟ میگه آقا قدر مطلق یه چیزیه که عدد رو میگیره، اگه مثبت باشه کاری باهاش نداره میده بیرون، صفر باشه هم که صفره. میگه منفی باشه یه دونه منفی میذاره کنارش، میگه آقا تو حق نداری منفی بری بیرون، من باید مثبتت کنم، پس یه دونه منفی بهش میده. اول بررسی میکنه ها، قدر مطلق کارش اینه، اول بررسی میکنه. قدر مطلق کارش اینه بررسی میکنه ببینه مثبت یا منفی. 2 تا حالت داره، مثبت باشه خودشو میده بیرون، منفی باشه یه دونه منفی میده کنارش. خب بچه بیاید اینجا، گفته آ1 دوم به رادیکال 3. بچه رادیکال 3 رو تقریبا چند میگیریم؟ 1.7 میگیریم، اینو یادتون باشه. رادیکال 2 رو تقریبا میگیریم 1.14. رادیکال 3 رو تقریبا میگیریم 1.7. اینو حفظ کنید، اینا رو حفظ باشید، اینا مهمن، عددهای مهمیان، اینا رو خیلی حفظ باشید. خب میگه حاصلیم. آقا ببینید اول من باید بیام ببینم بچه داخل قدر مطلق مثبت یا منفیه. اگه مثبت باشه خودش میاد، اگه منفی باشه یه دونه منفی هم میذارن کنارش میاد. پس آقا میگم 2a 2 ضرب در 1 دوم منهای ب منهای رادیکال 3. خب 2 ضرب در 1 دوم بچه ها چیه؟ 1 منهای رادیکال 3. رادیکال 3 1.7. 1 منهای رادیکال 3 پس یک عدد منفی میاد بیرون، پس داخل قدر مطلق منفیه. پس بچه ها چون داخل قدر مطلق منفیه یه دونه منفی میگیره و خودش رو مینویسم، دعای منهای ب میخواد بیاد بیرون و این منفیه که باعث میشه یه دونه منفی ضرب میشه. خب اینو ضرب میکنم میشه منفی 2. این سبک منه، منفی در منفی ب به علاوه ب. حالا میام این عددها رو جایگذاری میکنم، منفی 2 ضرب در 1 دوم به علاوه رادیکال 3. چی میشه بچه ها؟ چی میشه؟
بگید. میشه 2 ضرب در منفی 1 دومی میشه منفی 1 به علاوه رادیکال 3. پس چطوری حل کردیم بچه ها؟ اول میام میبینم آقا داخل قدر مطلق مثبت یا منفی. بررسیش کردم اینجا رو ببینید، بررسیش کردم اینجا. پس منفی شد. پس قدر مطلق چیه؟ چون میبینه منفیه باید مثبت در بیاد. چیکار کنم مثبت بشه؟ به یه منفی ضربش میکنم. ضربش کردم، حالا جایگذاری میکنم. خب مورد ب، کدام یک از مجموعه های زیر با مجموع نقاط روی شکل زیر برابر است؟ خب ببینید بچه ها، گفته مجموعه ب x هایی از مجموعه اعداد حقیقی real number. خب به طوری که شرط گذاشته، به طوری که x بزرگتر مساویه، ببینید بچه ها، بزرگتر مساوی یعنی چی؟ یعنی هم خودش رو شامل میشه هم بزرگتراشو. یعنی میشه 0 1 2 و 3. 3 هم بزرگتر مساویه. پس این مجموعه ببینید 0 1 2 3. پس این مجموعه میشه. ما بسته ها رو بچه ها ببینید میگم آقا x بزرگتر از 3 یه حالت دیگه 3 رو شامل نمیشه بچه ها، میشه 4 5 6 تا الی آخر. وقتی میگم x بزرگتر مساوی 3 یعنی خود 3 رو هم شامل میشه، میشه 3 4 5 6 تا الی آخر. به اینا دقت کنید. بزرگتر مساوی یعنی خودش هم شامل میشه. خب بریم سراغ سوال بعدیمون. و اینو هم بگم بهتون، اگه بزرگتر مساوی باشه یعنی بازی من بسته است، بسته. اگه بزرگتر مساوی نباشه یعنی بازی من بازه. بازی بسته رو با تو پر نشون میدیم، بازی باز رو با تو خالی نشون میدیم. خب اینجا میبینم که بازی من چون بسته است با این نشون میدم، بازی بسته رو با این نماد نشون میدیم، بازی باز رو با پارانتز نشون میدیم. خب بریم سراغ سوال بعدیمون. سوال 7 گفته در شکل مقابل او مرکز دایره است. خب فهمیدم او مرکز دایره و به سی و عادی بر دایره مماسند. مماسند یعنی چی؟ یعنی 90 درجه تشکیل دادن. خودش هم نوشته این مماسند یعنی 90 درجه تشکیل دادن. میگه نشان دهید به سی و عادی با هم برابرند. خب اولا میگم که این چون اینا مماسند زاویه 90 درجه تشکیل دادن، پس اینا با هم برابرند. خب دیگه چی میتونم من از اینجا بفهمم؟ اینکه بچه ها AO ببینید AO و OB با هم برابرند. چرا؟ شعاع دایره دیگه، چرا نداره، شعاع دایره ها با هم برابرند دیگه. خب من میام اینجا این زاویه رو ببینید بچه، زاویه مرکزی میخونیم زاویه، حالا این که اصلا زاویه مرکزی این به کنار بچه ها، متقابل برس یعنی چی؟ زاویه های متقابل برس با هم برابرن، یعنی O1 با O2 با هم برابره. پس می نویسم زاویه O1 با زاویه O2 با هم برابره. چرا؟ چون متقابل برس هستند. خب بنا به کدوم حالت؟ میبینم که زاویه زل زاویه، بنا به حالت زاویه زل زاویه دو تا این مثلث OCB یا OBC با OAD با هم همنهشت هستند. پس چون همنهشتند، ببینید پس چون همنهشتند پس اجزای متناظرشون هم با هم برابره، یعنی BC با AD برابره، OD با OC برابره. میتونم بگم OD با OC برابره و مطمئناً زاویه دی با زاویه سی هم برابر میشه. یعنی چون متشابه، چون بچه ها همنهشت هستند، چون همنهشت، این پایین متشابه با این پایین اشتباه شد، چون همنهشت هستند پس اجزای متناظرشون
اجزای متناظرشون هم با هم برابره. خب حالا پایین که من تشابه میگفتم، پایین گفته در مورد تشابه حرف میزنه، میگه دو مثلث ABC و DEF متشابهند. خب میگه اندازه رو اولا بچه نسبت تشابه داریم ما اینجا. نسبت تشابه از مثلث کوچک، ببینید مثلث کوچک به مثلث بزرگ می نویسیم. خب میگیم آقا مثلث کوچک من این ضلع رو حساب میکنم 4، میام مثلث بزرگ این ضلع میبینم که داره بهش نگاه میکنه، ضلعی که دقیقاً بهش نگاه کنه. میرم سراغ خب ضلع بعدی در مثلث کوچک 8 انتخاب میکنم. خب میرم دقیقاً متناظرش رو توی مثلث بزرگ میبینم این مجهول منه، ایگرگ رو خواسته. خب بیام اینو حل کنم بچه ها. ببینید ضرب دری، یعنی میگم 8 ضرب در 8 مساوی 4 ضرب در ایگرگ. خب حل معادله، دو طرف رو بر ضریب ایگرگ که 4 ساده میکنم، 4 با 4 میره. خب 4 به 4 میشه 1 به 8 میشه 2، پس ایگرگ میشه 16. پس ایگرگ شد 16 بچه، ایگرگ شد 16. حالا گفته زاویه ها چند درجه است؟ چون دیگه متشابهند پس اجزای متناظرشون هم با هم برابره. پس چون ضلع ها با نسبت تشابهشون 1/2، آقا زاویه ها هم با هم برابرن، اونایی که به هم نگاه میکنه این زاویه با این زاویه، چون این 31 درجه است پس اینم میشه 31 درجه. خب بریم سراغ سوال بعدی. خب رفته سراغ رادیکال ها. خب میگه اینو رو ساده کنیم. بچه ها توی رادیکال ها قانون داشتیم، رادیکال قلب به فرجه دایره بر رادیکال مربع به فرجه دایره داشتیم. گفتیم که اگر فرجه ها برابر باشند، خب با صورتی بنفش بنویسم، اگر فرجه ها برابر باشن میتونم بیارم زیر یه رادیکال بکشم واسه شون قلب بر مربع و از یه فرجه استفاده کنم. همین کارو هم اینجا تکرار میکنم، چون فرجه هاشون برابره یه فرجه میکنم میارم توی یک کسر 40/5. خب فرجه 3 40/5 میشه 8. خب این یعنی چی؟ این میگه آقا فرجه 3 رادیکال 8 به فرجه 3، این چی میگه؟ میگه کدوم عدده که 3 بار به خودش ضرب شده و حاصل شده 8. کدوم عدده که 3 بار به خودش ضرب شده 8؟ دیگه اینو از خیابون یکی رو برداری بیاری هم میدونه، 2 ضرب در 2 ضرب در 2 میشه 8. 2 تموم، به همین سادگی. خب گفته این رادیکال رو ساده کنید. رادیکال 48 منهای رادیکال 27. من اینجوری نمیتونم ساده کنم، باید اینا رو بازش کنم. رادیکال 48 به نظرتون حاصل ضرب کدوم دو تا عدده؟ خب من میگم 16 ضرب در 3. رادیکال 27 به نظرتون 9 ضرب در 3. باید از عددهایی استفاده کنیم که یکیش در بیاد از رادیکال، یکیش بمونه. خب میگیم که آقا بیاد اینجا اینجوری بنویسیم، میگیم آقا رادیکال 16 ضرب در رادیکال 3 منهای رادیکال 9 ضرب در رادیکال 3. بازش کردیم. خب حالا آقا من جواب رادیکال 16 رو دارم 4، من جواب رادیکال 9 رو دارم 3. 4 ضرب در رادیکال 3 میشه 4 رادیکال 3 منهای 3 ضرب در رادیکال 3 چی میمونه بچه ها؟ 3 رادیکال 3. 4 تا من رادیکال 3 رو بگیرید سیب، 4 تا سیب دارم، 3 تا سیب رو میخورم خرج میکنم، یه دونه سیب باقی میمونه. 1 رادیکال 3 یا همون اون یکم که هیچ ارزشی نداره، جواب میشه رادیکال 3. گویا کردن پای ثابت سوالا
و یکی از مهارت‌های مهم توی دوران دبیرستان که به دردتون خواهد خورد. خب میخوایم اینو گویا کنیم. گفتیم بچه‌ها توی گویا کردن توی مخرج هر رادیکالی باشه به اون رادیکال ضرب میکنیم. هر غلطی کرد توی مخرج ما به اون غلط ضربش میکنیم. اینو یادتون باشه. چون رادیکال 5 من با اون دوش کاری ندارم. ما چون توی مخرج رادیکال 5 بس منم به همون رادیکال 5 ضرب میکنم. خب آقا با اون دو که کاری ندارم، ولی رادیکال 5 ضرب در رادیکال 5 بچه‌ها گفتیم اگر رادیکال ها هم فرجه باشن میتونن بیان داخل هم. رادیکال 5 ضرب در 5 رادیکال 5 ضرب در 5 میشه رادیکال 25. من جواب رادیکال 25 رو دارم 5. پس میشه 2 ضرب در 5. بالا هم عدد ضرب در رادیکال هیچ اتفاقی نمیفته. عدد میاد میشینه، رادیکال هم جلوش. خب صورت میشه 3 رادیکال 5. مخرجم میشه 2 ضرب در 5 10. تموم شد. به همین سادگی. خب بریم سراغ سوال بعدیمون. حاصل عبارت مقابل رو به کمک اتحاد به دست آورید. بچه اتحاد مربع دو جمله چی میگه؟ میگه آقا جمله اول به توان 2 می نویسم x به توان 2 به علاوه است، به علاوه میذارم 2 برابر جمله اول در جمله دوم به علاوه جمله دوم به این جمله اول این جمله دوم به توان 2 میشه 4 به توان 2 منهای 8x. خب این عددهاشو ساده کنیم. x به توان 2 خودش میشه 2 ضرب در x ضرب در 4 میشه 8x به علاوه 8x به علاوه 4 به توان 2 میشه 16 به علاوه 16 منهای 8x هم که خودش میاد. خب بچه ها 8x با منهای 8x 8 تا سیب دارم 8 تاشو هم خرج میکنم هیچی. چی میمونه؟ x به توان 2 به علاوه 16. به همین سادگی ساده شد. خب حالا برعکس این گفته تجزیه کن. این اتحادی که میبینم دوتا جمله است و هر دوتا جملهش مربع کاملا یعنی توان 2 دارن، من میرم به سمت اتحاد مزدوج. ببینید بچه اتحاد مزدوج چی بود؟ قلب منهای دایره در قلب به علاوه دایره. اولی به توان 2 قلب به توان 2 منهای دومی به توان 2. خب اینو داده گفته به این حالت در بیار. تجزیه یعنی به این حالت در بیار. قلب به توان 2 با 4x به توان 2. پس حتما این 2x بوده بچه‌ها. یکیش منفی بوده یکیش مثبت. چون اتحاد مربع دو جمله‌ای وسطش همیشه منفیه. من از اینجا فهمیدم. خب چی به توان 2 شده؟ 9. 3. پس اینم میشه 3 به علاوه منفی 3. تموم شد. شما به همین سادگی تجزیه کردید. وقتی دوتاش مربع کاملا دوتاش به توان 2 هم وسط هم منفی، اتحاد مزدوج اتحاد مربع دو جمله. شما 3 تا اتحاد دیگه بلدی. اتحاد مربع دو جمله، اتحاد مزدوج، اتحاد جمله مشترک. خیلی ساده. حل نامعادله بچه‌ها. برای حل نامعادله عین معادله رفتار میکنیم. من اینجوری بهتون بگم. ببینید بچه‌ها نامعادله زیر نامعادله کوچکتر مساوی. این منفی 4 باید از پیش x بره. منفی 3x سر جای خودش. این منفی 11 هم که سر جای خودش. این منفی 4 بره اون طرف بچه‌ها. منفی میشه مثبت 4. خب کوچکتر مساوی سر جای خودش بچه‌ها. منفی 3x سر جای خودش. 11 به علاوه 4 میشه 15. دو طرف رو به ضریب x که منفی 3 ساده میکنم بچه‌ها. تقسیم میکنم. خب منفی 3 با منفی 3 ساده میشه.
15. خب من اینجا می نویسم x بچه کوچکتر مساویه 15 تقسیم بر منفی 3. 15 تقسیم بر 3 میشه 5. مثبت تقسیم بر منفی میشه منفی. خیلی از بچه های من علامت ها رو نمیذارن کلا. چرا؟ مثبت تقسیم بر منفی شده منفی دیگه، این ضرب مثبت در منفی که میشه منفی. پس x های کوچکتر از منفی 5 کدوم x ها میشه بچه ها؟ ببینید اینجا 0 باشه، اینجا منفی، اینجا 1 مثبت، طرف مثبت، منفی 2 منفی 3 منفی 4 منفی 5. خب میشه x های کوچکتر از منفی 5 چون خودشم حساب میشه، چون چرا بسته است، این کوچکتر از 5 منفی 6 منفی 7 منفی 8 حساب میشه. خب بریم سراغ سوال 10. مختصات. بچه یه نموداری داده گفته مختصات نقاط زیر را با کمک نمودار کامل کامل کنید و شیب خط رو بنویسید. خب ببینید بچه شما باید نمودار رو خوب نگاه کنید. گفته نقطه آ رو میگیرم ببینید بچه طولش 0. خب وقتی طولش 0 باشه میبینم دیگه طول 0 یعنی عرض 1 و گفته عرضش 3 1 2 3 عرضش 3 پس طولش بچه 2 بوده. خب شیب خط چیه؟ طول 2 بچه اینجوری هم میتونید بگید طولها رو با هم کسر کنید یا نه اول عرضها رو با هم کم کنید، فرق نداره. پس میگم آقا عرض 2 منهای عرض 1 منظور 2 نقطه 2، یا شما میتونید اصلا به جای نقطه 2 بگید آقا ب عرض ب منهای عرض آ طول ب منهای طول آ. این فرمول شیب خط دیگه. خب عرض ب چنده بچه ها؟ 3 منهای عرض آ چنده؟ 1. طول ب چنده؟ 2 منهای طول آ چنده؟ 0. 3 منهای 1 میشه 2، 2 منهای 0 میشه 2، 2 دوم میشه، یعنی آقا شیبش که مثبته، دارم میبینم شیبش مثبته و مثبت 1. میگه معادله خط رو بنویس. بچه فرمول معادله خط اینه y منهای y پریم مساوی m شیب خط در x منهای x پریم. اینا نقاطن بچه ها. این معادله خط، فرمول معادله خط بچه ها اینا نقاطن، نقاط ما. خب ام هم که شیب خط. خب حالا میام جایگذاری میکنم. y که هست، یکی از نقطه ها رو برگزین. من اینو انتخاب میکنم منهای 1 شیب خطم که 1 بود، x منها، چون این نقطه رو انتخاب کردم xش 0. خب اینو یک ساده کنید. اولا ببینید این یک اینجا بیارزشه، به هر چی ضرب بشه. x منهای 0 که 0، y منهای 1 مساوی x میشه بچه. خب این یک رو ببری اون طرف، y میشه 1 به علاوه x. این میشه معادله خط ما. اینجا من 1 رو ضرب در x کردم شد x، 1 ضرب در 0 شد 0. این حذف شد. خب توی گزینه جیم گفته مختصات محل برخورد خط y مساوی 5x منهای 3 رو با محور ارزها. بچه ها من وقتی میخوام با محور ارزها بدونم، باید این مثلا خط ما میخوام بدونم کی به محور ارزها برخورد کرده، باید طولش 0 باشه دیگه. وقتی طول 0 من میتونم بگم کجا به محور ارزها برخورد کرده. پس باید طول مساوی 0 بذاریم. خب y مساوی 5x منهای 3، من طول رو 0 قرار میدم، 0 باشه این میشه 0. پس y میشه منفی 3. پس توی نقطه منفی 3 با محور ارزها برخورد کرد. خب بریم سراغ حل دستگاه.
خب بچه ها بریم سراغ حل دستگاه معادله خطی. بهترین روش حل دستگاه اینه که از روش حذفی بریم، یعنی حذف کنیم، یکی از مجهول ها رو حذف کنیم، اون یکی مجهول رو به دست بیاریم، بعد بیایم بذاریم توی دستگاه تا اون یکی مجهول به دست بیاریم. این دیگه بهترین روش حل دستگاه. خب اینجا بدونید که به شما زحمتی بده بچه‌ها، خودش دوتا مجهول رو یه کاری کرده که شما فقط جمعش کنید. خب بچه‌ها x با x میشه 2x، منفی y با مثبت y میشه 0، لازم نیست 0 رو بذارم، مساویه، یک به علاوه 3 میشه 4. 2x مساوی 4 بچه x میشه 2. من وقتی x رو به دست آوردم میذارم توی یکی از این معادله ها، فرقی نداره کدوم، هر کدوم که دلتون میخواد. خب به جای x 2 قرار میدم، منهای y مساوی 1. خب بچه ها اینجا y رو بیارید این طرف، یک رو بیارید این طرف، y میشه 1. به همین سادگی، یعنی شما به همین سادگی میتونید حل کنید. مثلا تمرین میدم، 2x منهای 3y مساوی 4 بچه ها اینو حل کنید. x به علاوه y مساوی 6 بچه اینو شما حل کنید. x رو بگید، y رو بگید، متغیرها رو با هم جور کنید، یکیشو حذف جمع کنید، یکیشو حذف کنید، یکیشو پیدا کنید، بر اساس اون یکی به دست بیارید. اینو هم شما حل کنید. خب بریم سوال 12. مقادیر تعریف نشده. ما گفتیم مخرج نباید صفر باشه، این میشه مقادیر تعریف نشده. یعنی آقا این نباید صفر باشد، پس مساوی صفر قرار میدیم تا بدونیم کدوم مقادیر نباید توی جزو عددهای ما، توی دهم میگیم دامنه، توی دامنه ما باشن. خب یادتونه اوایل گفتم ضرب دوتا عبارت صفر باشه، حتما یکی از اونها صفره. پس بچه ها اینجا دوتا حالت داریم، یا x صفره یا x منهای 8 مساوی صفره. از اینجا x میشه 8. خب یه دونه هم x مساوی 0 به دست آوردیم. پس بچه ها این دوتا x مساوی 0 و x مساوی 8 نباید باشن. چرا؟ چون مخرج منو صفر میکنن و مخرج هیچگاه نباید صفر باشه. حاصل عبارت زیرا به ساده صورت ممکن بنویسیم. عبارت های گویا ساده کردنشون، اولا باید این اتحاد جمله مشترک رو من ساده کنم، تجزیهش کنم. خب ببینید بچه ها x به توان 2 به علاوه 4x یعنی دوتا عدد به من بگو، که دوتا عدد به من بگو. خب بچه ها جمعشون بشه 4 ضربشون، بس این جمعشون بشه 4 ضربشون بشه 3. خب میتونم بگم x به علاوه 1 در x به علاوه 3 خط کسری خودش رو می نویسم، x به علاوه 1 ضرب در x به علاوه 2 در x به علاوه 3. بچه ها تجزیه کردن اتحادها، علفظ اتحاد جمله مشترک، وقتی میبینی توان 2 داری و یک عدد، اگر این جمله سوم مربع کامل بود مثل 9 مثل 16، من میگفتم این اتحاد بچه ها مربع دو جمله‌ایه. چرا من گفتم این اتحاد جمله مشترکه؟ چون بچه ها این جمله سومش به هیچ سازی نمیرسه، پس من باید اینو تجزیه کنم. دوتا عدد بگید که دوتا عدد جمعش بشه 4، اینا رو می نویسی x ها رو، جمعش بشه 4 ضربش بشه 3، 1 و 3. ببینید x به علاوه 1 با x به علاوه 1 میره، x به علاوه 3 با x به علاوه 3 میره، چی میمونه؟ x به علاوه 2. به همین سادگی گفته محیط شکل مقابل رو بر حسب x به دست آورید. بچه‌ها محیط یعنی چی؟ یعنی دور تا دور رو با هم جمع کن. خب محیط با پنشون میدیم، دور تا دور رو میخوایم جمع کنیم،
5 بر x به علاوه 3 بر x به علاوه 4 بر x. زحمتی بهتون نداده، مخرج‌ها یکیه، یکی از مخرج‌ها رو می‌نویسی، صورت‌ها رو با هم جمع می‌کنی، میشه 12 بر x به همین سادگی. خب بریم سراغ تقسیم بچه‌ها. ببینید بچه‌ها اگه بخوایم این تقسیم رو انجام بدیم، میگیم آقا باید توی x ضرب کنیم، اونم مثبت x، چون علامت ها رو یه بار میخوایم تغییر بدیم. خب x ضرب در x بچه‌ها میشه x به توان 2. x در منفی x میشه منفی 7x. حالا این تموم ماجرا نیست بچه‌ها، به یه منفی ضرب میکنیم، این میشه منفی، منفی در منفی هم میشه مثبت. x به توان 2 با این منفی x به توان 2 میره 7x مثبت منهای 5x. من 7 تومن پول دارم، 5 تاشو خرج میکنم، 2x میمونه، این منفی 24 میاد پایین. حالا من باید ضرب در 2 کنم دیگه، به علاوه 2 ضرب در x. بچه ها ببینید یه بار 2 ضرب در x، یه بارم 2 ضرب در منفی 7. 2 ضرب در x میشه 2x، 2 ضرب در منفی 7 میشه منفی 14. دوباره به یه منفی باید ضرب بشه، خب جمع میشه، منفی 2x با 2x میره، مثبت 14 منهای 24. 14 تومن پول دارم، 24 تومن خرج میکنم، منفی 10 تومن توی بدهیم. پس اینم میشه تقسیم ما به همین سادگی. فقط به یه نکته دقت کنید بچه‌ها، اینجا رو به یه منفی ضرب میکنیم، اینجاها مهمه که ما به یه منفی ضرب کردیم، توجه کنید. خب میگه ارغوان در کلاس چرمدوزی گرماس یک توپ چرمی به قطر 20. خب اگه قطر 20 باشه شعاع چنده بچه‌ها؟ شعاع میشه 10 سانتی متر. استاد چرمدوزی از او خواسته است که در استفاده از چرم حداکثر صرف جویی را انجام دهد. او برای دوختن این توپ به چند سانتی متر مربع چرم نیاز دارد. چون خودش گفته چند سانتی متر مربع، یعنی این مساحت رو میخواد بچه‌ها. مساحت از ما مساحت کره رو خواسته. مساحت کره برابر 4 ضرب در عدد پی ضرب در شعاع به توان 2. خب بچه‌ها اینجا خب 4 ضرب در عدد پی، شعاع ما 10 ضرب در 10 به توان 2. خب این میشه 4 پی ضرب در 100 که میشه بچه‌ها 400 پی. خب بریم سوال 15 بچه‌ها. گفته اگر مثلث قائم الزاویه‌ای را حول ضلع 4، بچه این ضلع، ببینید این ضلع، خب دوران دهیم بچه چه شکلی به دست میاد؟ ببینید بچه این ضلع دوران میدیم بچه مخروط به دست میاد، شکل ما میشه مخروط. خب یعنی ببینید این ضلع ما دوران میدیم، شکلی که به دست میاد مخروطه، همون اینایی که توی تولد ها میذارن ها تولد میگیرن، از همون اون شکل میشه مخروط. خب بچه حجم مخروط وی مخروط چطوری به دست میاد؟ فرمولش 1/3 SH. خب میام میگم آقا 1/3 ضرب داره مساحت قاعده اینم که ارتفاع منه 1/3 SH. خب اولا 1/3 ضرب داره ارتفاع من 4 ضرب داره مساحت قاعده. خب میبینم که شعاع من 3، پس میشه 3 ضرب در 3 ضرب در عدد پی. خب بچه این یکی از 3 ها با این مخرج 3 رو بدیم بره، اذیت نکنه ما رو. 4 ضرب در 3 ضرب در پی میشه 12 پی، به همین سادگی، به همین خوشگلی. خب سوال 16 و آخرین سوال امتحان نهایی ریاضی پای نهم، سوال 404. گسترده هرم منتظم زیر را رسم کنید. هرم منتظم، شکلش رو که من میبینم اگر منتظم باشه باید این مربع باشه. خب بچه اگه مربع باشه خب میبینم که آقا این هوش تجسمی من میگه که آقا من 4 تا
هرم رو دارم که به این شکل شدن هرم. خب پس وقتی بخوام رسم کنم پس باید این شکلی باشه بچه‌ها. قاعده من چون دیگه منتظمه 4 ضلعیه، پس این مربعه. پس اینجوری شده که این گسترده این شکل ما میشه. امیدوارم که تحلیل و بررسی سوالات رو دوست داشته باشید. منتظر قسمت‌های بعدی باشید.